مادر مریض بود، انشالله مادرتون مریض نشه. بردنش دکتر، خونه یه دختر بچه داشت. اومدن بیرون، حال مادر خراب بود. دختر گفت بابا، گفت جانو بابا، گفت اینجوری که معلومه مادر رفتنیه. دکتر یه چیزایی میگفت، میشه بهم بگیم ماما تا کی ما کنار ما هست مادرمون؟ بابا هم حواسش نبود، یه نگاه کرد گفت عزیزم این درخت رو میبینی؟ گفت بله. گفت تا برگای همه این برگای این درخت بریزه مادر پیش ماست. آخرین برگش که افتاد مادر میره. این دختر هر روز میومد میشه از میگفت نریزی ها، نریزی ها.